بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ما سوال آمده است که استفاده بردن سوزنداروها به نام اوکال یا که سیستمی که بسیار کسل ها استفاده میبرند آیا روزه انسان را میشکند؟ بارک الله فیکم. سوزنداروها به دو قسم تقسیم می شوند. بعضی سوزنداروهایی که اوکال میگیم هست به درون رگ هست و بعضیش به بیرون به زیر پوست و به درون موشک است. و سیستم ها معذرت خواهی میکنم، سیستم هایی هست که به انسان قوه میدهد و سیستم هایی هست که درد انسان را نابود میکند. اوکال هم همچنین. به این نمود تقسیمات دیده حکم هم تغییر مییابد. داروهایی که بگویم اوکال هایی که به انسان قوه نمیدهد، همچون غذا به جسم انسان فایده نمی بخشد، یعنی به انسان همچون طعام، همچون قوه، همچون شراب قوه نمی دهد، فقط برای نابود کردن درد است. به زبان روسی ابیزبولش میگن، به زبان عربی مسکنه میگن، به زبان تاجیکی نابود کننده درد، آرام بخشنده. بعضی از داروها برای کم شدن درد استفاده می شود. اینچنین داروهایی که برای کم کردن درد، اوکال هایی که استفاده کرده می شود و یا برای نابود کردن خنکی. بعضی ها کسلی های شمال کشی دارند، مثلا در ماه مبارک رمضان شاید همچنین اوکال ها رو بگیرند. یا کسی هست که مثلا به نهایت تبش، بگویم گرمی جسمش بلند می شود، تمپراتورش بیناد بلند می شود، شاید ایکول استفاده شود برای پایان شدنش و غیره و غیره. این چنین نمود ایکول ها روزه انسان رو نمیشکند، برای اینکه اینها به انسان قوه یا طعام یا بگویم غذا نمی شود. اما سیستم و یا ایکول هایی که برای انسان استفاده برده می شود و به انسان قوه می بخشد، البته که این نمودی سیستم و این نمودی بارک الله فیکم اوکال ها روزه انسان رو میشکند. برای چی؟ برای اینکه به شما قوت داده است. اگر چی غذا به دهان شما به معده نرفت و به شما به واسطه دهان قوت نداد، لیکن به واسطه رگ به شما یک مواد غذایی ارسال کرده شد که شما گویا که غذا خوردید، روزه شما میشکند. مقصد روزه‌داری چیست؟ مقصد روزه‌داری این که شما دهان خود رو نگاه دارید از خوردن و از نوشانیدن، از نوشیدن. وقتی که شما سیستم گرفتید که شما رو قوه میدهد و به شما مثل که غذا خوردید همچنین غذا میدهد، البته روزه شما رو میشکند. این چنین ایکول ها و این چنین سیستم ها میشکند. اما ایکول هایی که به خودش طعام ندارد، برای نابود کردن درد است و برای بارک الله فیکم بعضی از نمود طبابت ها است که غذا نمیدهد، قوه نمیدهد، بوکی ندارد. بارک الله فیکم.